دورش میکنند و چشمهای پر امیدشان میدرخشد، میخندد، میگرید و هرگز این روز بزرگ را فراموش نخواهند کرد. در سال 2512 جمعیتی با یک مرکز و 80 نفر از کودکان بی سرپرست تشکیل شد و در سال 2518 جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی با نام جمعیت خیریه فرح پهلوی رسما شروع به کار نمود. از همان ابتدای شروع فعالیت‌های این سازمان، شهبانوی مهربان ایران شخصاً ریاست عالیه این بنیاد نیکوکاری را به عهده گرفتند و با وسواس و پشتکار وافری به ادامه فعالیت‌ها و وسعت و پیشرفت آن همت گماشتند و به دنبال همین مساعی اکنون جمعیت دارای 87 واحد در تهران و سراسر کشور می باشد. ولیعهد هم که نیاز کودکان بی سرپرست را به خوبی می شناسند، با بازدیدهای مکرر و نوازش‌های بی‌دریغ آنها و سعی در پیاده کردن جدیدترین روش‌های آموزشی برای تربیت آنان همواره بزرگترین نقطه امید این کودکان بودند.